بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند که ایران بعد از فوت شدن مهسا امینی و تداوم اعتراضها به مدت 100 روز دیگر کشور سابق نیست و نخواهد شد. جان باختن دختر 22 ساله اهل سقز در بازداشت گشت فاسد ارشاد پلیس تهران سلسله اتفاقاتی را رقم زد که همه چیز را تغییر داد. 100 روز اعتراض مداوم اتفاق بی سابقه در طول عمر جمهوری اسلامی است. اعتراضهایی که با شعار محوری زن، زندگی، آزادی از خیابانها تا دانشگاهها، از مدرسه ها تا شبکه های اجتماعی، از داخل تا خارج از مرزهای کشور جریان دارد و گروه‌های مختلف قومی، طبقاتی و شغلی را درگیر کرده و البته با سرکوب امنیتی و نظامی خشونتبار حکومت در داخل کشور مواجه شده است. در حالی که مهسا امینی از 22 شهریور در بیمارستان کسری بستری بود و بعضی منابع از مرگ مغزی او خبر داده بودند، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ خبرهای منتشر شده درباره ضرب و جرح او را رد کرده بود. اما در همین روز خبر درگذشت او تایید شد. اصغر فرهادی، ترانه علی دوستی و گلشیفته فراهانی شاخصترین چهره‌های فرهنگی ایرانی بودند که برخورد با او را محکوم کردند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه گشت ارشاد را نامشروع خواند. شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی اعلام کرد خانم امینی قربانی رژیم زن ستیز جمهوری فاسد اسلامی شده است. لحظاتی بعد از اعلام درگذشت مهسا امینی، عده‌ای از مردم تهران مقابل بیمارستان کسری تجمع کردند و با برخورد نیروهای ضد شورش مواجه شدند. به دنبال متشنج شدن فضا در تهران، فعالان حقوق بشر در کردستان اعلام کردند که پیکر مهسا امینی در نخستین ساعتهای بامداد به بوکان و سپس به سقز منتقل شده است، در حالی که بعضی گزارش‌ها حاکی از آن بود که نیروهای دجال امنیتی قصد تدفین سریع او را دارند. خانواده امینی مانع این اقدام شدند. صبح روز بعد پیکر او در گورستان آیچی سقز به خاک سپرده شد. روی سنگ قبر او نوشته شده بود: ژینا جان، تو نمی میری، نام تو رمز می شود. در حالی که گزارش‌هایی از بسته شدن راه‌های سقز و سردادن شعار در مراسم خاکسپاری او منتشر شده بود، مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان باختن مهسا امینی را نابخشودنی خواند و معاون امور بین الملل قوه قضاییه فاسد جمهوری اسلامی خواستار تحقیقات فوری درباره این اتفاق شد. در همین روز بیمارستان کسری اعلام کرد که مهسا امینی بدون علائم حیاتی به آنجا اعزام شده بود. نخستین ویدئوها از سقز نشان می‌داد مردم این شهر بعد از مراسم خاکسپاری مقابل فرمانداری تجمع کردند و عده‌ای نیز مورد اصابت قرار گرفته و مجروح شدند. همزمان با برخی فراخوان‌ها برای تجمع اعتراضی، اولین گزارش‌ها از ایجاد اختلال در اینترنت در همین روز منتشر شد. تجمع‌های اعتراضی به سایر شهرهای کردستان گسترش یافت و در سنندج معترضان بنر قاسم کتلت را پایین کشیدند. نوه خمینی انتقامش را گرفت. خامنه‌ای پدرم را کشته. فوری حسن خمینی انتقام پدرش را از خامنه‌ای گرفت. در 105مین روز اعتراضها بعد از فوت شدن مهسا امینی در شهرهای کرج، مشهد، تهران، اصفهان و سنندج برخی معترضان در خیابان علیه جمهوری دجال اسلامی و شخص علی خامنه‌ای دجال رهبر این نظام سیاسی شعار دادند.
مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای خواستار تداوم جدیتر اجرای قانونی حکم بازدارنده قصاص برای محاربین و مفسدین یاغی شد و روحانیون مخالف قصاص را ورشکسته سیاسی خطاب کرد. یکی از این روحانیون حسن خمینی، نوه خمینی آفتابه به دست بود. او ضمن حمله به خامنه‌ای گفته که پدرم را تو کشتی و انتقام خون پدرم را از تو خواهم گرفت. به نظر می رسد که حسن خمینی به زودی انتقام پدر خود را از خامنه‌ای دجال خواهد گرفت. در همین حال حسین انصاری راد، نماینده 3 دوره مجلس میمونها و سیاستمدار اصلاح طلب، در نامه‌ای به رهبر دجال جمهوری اسلامی با بیان اینکه انفجار عظیمی رخ خواهد داد نوشت: جمهوری اسلامی در تمام بخش‌های حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و سلوک فردی شکست خورده است. اشکان خطیبی، بازیگر سینمای ایران، در یک پست اینستاگرامی از آنچه در 100 روز گذشته برایش اتفاق افتاده نوشت. او گفته 90 روز است که در خوف و خفا زندگی می کند و در این مدت 1 بار سکته کرده و چند نوبت احضار شده و در خیابان مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفته است. در حالی که وکیل محمد قبادلو از لغو حکم قصاص او خبر داده بود، ساعتی بعد دیوان عالی کشور در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که فرجام‌خواهی این متهم اخیر رد شده است. اتهام او زیر گرفتن عمدی گروهی از مأموران نظامی و از بین بردن استوار فرید کرمپور است. در همین حال دولت لوکزامبورگ در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت یک شهروند ایرانی تبار خود که در ایران زندانی است و به قصاص محکوم شده است ابراز نگرانی کرد. یک خبرگزاری اعلام کرده مژگان کاووسی، فعال حقوق زنان و از زندانیان سیاسی سابق در دادگاه انقلاب ساری به افساد فی‌الارض متهم شده. در همین حال مولوی عبدالحمید نیز، امام جمعه زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه خود گفته به هر کسی که اعتراض دارد نباید اتهام افساد فی‌الارض زد. از طرفی 5 روز پس از بازداشت ترانه علی دوستی، حمایت‌های بین المللی و داخلی و درخواست آزادی او ادامه پیدا کرده. ماریون کوتیار، بازیگر سرشناس فرانسوی، با انتشار عکسی از ترانه علی دوستی در صفحه اینستاگرام خود نوشته ترانه علی دوستی را فوراً آزاد کنید. همچنین همه ایرانیانی که برای آزادی می جنگند. اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا هم در بیانیه‌ای دستگیری ترانه علی دوستی را محکوم کرد. انجمن کارگردانان فرانسه هم خواهان آزادی بی قید و شرط این بازیگر شد.